حمید. اوی دختر به می عقیده امیال شوهرش داره، بازم زنیش است، نه مطالبه طلاق میکنن نه. خیرت چی است؟ ولی از ما اولاد پیدا شده که نمیفهمی دیالی میفهمی. به شوهر بگو یا یه عقیده را داشته باش که عایشه رضی الله پاک است. چرا؟ قرآن میگه اگر تو میگی که نه زانی است، ما و تو نکاح ما از بین رفته، قطعا ما و تو با هم چی نیستیم، زن و شوهر شدن نمیتونیم. ولی با تاسف امروز اینی طور حالتا سر مسلمان آمده. شما فیصله کنید که ما علما به نزد الله تبارک و تعالی جوابدهی هستیم یا نه. 10 سال ما در مسجد تیر میکنم. چند سال؟ 10 سال. 1 سالم نی. اگر 1 هفته تیر کنیم باید ما عقیده را به مردم بگوییم. امی مولا رفته، امی نکاحی امی کس بسته کرده که به نعوذ بالله به دین دشنام میده، شراب حلال میدانه، سود حلال میدانه. امی مولا صاحب رفته، امی مولا صاحب رفته نکاحی امو دختر و بچه را بسته کرده که بچه عقیده داره که عایشه رضی الله عنها زانی است، نعوذ بالله. ما که علما را هر جای میکوبم، عالمی حق پرسته، عالمی که خدمت دین کرده، عالمی که واقعا دل سوختانده سری عوام، سری مقتدیای خود تشریع دین کرده، وارا من نمیگم. معموع عالمی که دین پنهان کرده، روزی خود گذرانیده، ملایی را یا عالم بودن یا امامت ذریعه و کسب چی؟ زندگی خود دانسته. از او خاطر چیزی که عوام میگه این قطش روان است. 1 روز اعتراض انتقاد نمیکنه که این مردم اینی کاریتان خلاف دین است. چرا؟ او میگه میترسم که از مسجد میکشه و عقیدهش اینمیسته که اگر از مسجد کشید روزی مقطع میشه. کسی که تو عقیده داشته باشه مسلمان میشه. عجیب گپ خو اینجا است. ما باید بدانیم، درک بکنیم حقیقت عقیده را. ما باید بدانیم. بارها شما مردم شاهد هسته، برادر زنا میکنه، مردم جرگه میکنه، جرگه قومی چی را باز در جرگه ثابت میکنه، فیصله میکنه؟ امشیری امی زناکار به کی میده؟ به مو کسی که قطع اهلش زنا صورت گرفته. ایره به نام چی یاد میکنه در اصطلاح ما شما؟ به نام بد. به نام چی؟ به نام چی؟ در دین بد دادن حرام است یا حلال؟ امی مولا صاحب امی نکاح را بسته میکنه یا نه؟ میکنه یا نمیکنه؟ خب شما بگوی چی رقم مولاست؟ ایره ما مولا بگویم، این عالم پشتش اقتدا بکنیم، این عالم پشتش نماز بخوانیم، به چشمی سر میبینیم. امی عالمی که فعلا سود میخوره، امی عالمی که نعوذ بالله، ما گفتم افتتاح سینما را به آیات قرآن میکنه، نعوذ بالله. ما پشت از این نماز بخوانیم یا نه؟ خب مردمی ما چرا هوشش از بین رفته، عقلشان از بین رفته؟ چرا دی متوجه نمیشه؟ در نقصان دنیا متوجه است که ادنا نقصان پیدا شه بازو کاروبار را ترک میکنه. خود دین چرا متوجه نیست؟ الله از ما و شما سوال نمیکنه؟ سوال کرده نیست. برادرها بدانی ایمان بر تقدیر است. چقدر امری خیلی بس بزرگ است. ما ایمان به تقدیر داریم. تقدیر چی مانا؟ کدام امری که الله فیصله کرده حق است، مطابق حکمت است، الله حکیم است، به قضا و فیصله الله ما چی داریم؟ عقیده داریم. امروز روزی نیست که برای ما در تلفن یا همونطور سوال نشوه که خو الله که ما را پیدا کرده وقت فیصله کرده یا نکرده؟ مولوی صاحب ما میگم بله فیصله کرده. خیر چرا ما را عذاب میده؟ خب وقت خودش فیصله کرده. ما که گناه میکنیم مطابق فیصله کی میکنیم؟ الله میکنیم. خیر ما چی گناهگار؟ این قدر سوالا شده، در هر مکتب همی سوالاست و ای از طرف امین نعوذ بالله ملحدین همی سوالای چی میشه؟ به خاطر شک انداختن و گمراه ساختن مردم. ما برش میگم که بله الله خو بله فیصله را کرده، خود تو را که پیدا کرد اختیار داد تو را، یعنی که تو را مجبوری که ساخت. ما که پیدا شدیم اختیار دار هستیم یا مجبور هستیم؟ صبحی تو به اختیار خود در ترجمه قرآن آمدی یا نه مجبور بودی؟ نه، در یک خانه 2 برادر بودی، 2 خواهر بودی، یکی تان آمد زحمت کشید ترجمه قرآن، دیگه تان خوابی تان زده، باز پسان خیستی 8 بجه در لیسه مریم چکر زده، نه نماز خواندی، رفتی اونجا نعوذ بالله لبایت سرخ کردی، در اونجا گشتی، روزیت خراب کردی، پس هم آمدی. الله که برات فیصله کرده، باز تو را خبر داد که ای دختر، ایجا ترغیب داد که 1 ساعت اگر قدم طرفی ترجمه میمانی و رفتی 1 آیت قرآن خواندی، چند دانه از 2 شتر بزرگی که بوکای کلان داره
که چقدر ارزش داشت، از او که مثل که او را بدونی گناه و بدونی قطع صله رحمی پس چی کرده ای؟ ثواب آورده ای. اینجا برای تو ترغیب داده، او طرف برش میگه که اگر نماز چی کردی نخوندی و رفتی از خانه برآمدی عطر زدی مردم از سر خود خبر کردی، لعنت الله سر توسته. حالی به اختیار زن برآمده یا بی اختیار برآمده، دیگه از او خاطر ثواب و عذاب برات داده میشه. حالی تو تقدیر فهمیدی؟ الله قبلا فهمیده بود که من اینمی بنده های خود امی دو خواهر امی دو برادر پیدا میکنم، یکیش به اختیار خود طرف ترجمه میره مستحق ثواب است و یکی به اختیار خود طرف عذاب میره، از او خاطر مستحق چی هست؟ عقاب است. آسان که پس مسئله تقدیر، لیکن آنقدر سوالای پیچیده. ده علم الله بود که من زنا میکنم یا نه؟ بله بود. خیر من مطابق علم الله زنا کرده و دوڑی خورد. تو خبر داشتی؟ تو خبر داشتی که من در تقدیرم نوشته است که حتما تو زنا میکنی؟ تو خبر نداشتی؟ الله خود زنا را حرام کرده، گفته که عذاب است. الله خود تو را گفته که نکن، حالی که زنا را تو میکنی به اختیار میکنی یا بی اختیار؟ اختیار میکنی. هیچ سوال پیدا نمیشه در این مورد. و در تقدیر کسی جر و بحث نمیکنه. پیغمبر میگه کسی که در تقدیر جر و بحث میکنه اینمی مردم از پیشش چی بکنه؟ فرار بکنه. نه امروز مردم میگه پاره یاد نداره. به روز آخرت چی عقیده داریم؟ روز آخرت یک روز است، ما این دنیا را انسانای ارواح ما از بین میره، یعنی که عمر انسان جاودان است. این زندگی دنیای ما ختم میشه، قدم به زندگی برزخ میمانیم که در بین که در دنیا میمیریم تا که قیامت قائم میشه. همین فاصله را به نام چی میکنه؟ برزخ. و بعد از او قیامت میشه، کل انسان ها پس چی میشه؟ زندگی جاودانی باز میآید. زندگی چی میآید؟ در اونجا که کدام حالات در قرآن و در حدیث صحیح برای ما ثابت است چی است؟ بگوی حق است. چی است؟ اینی را ایمان به روز آخرت. ایمان چی را میگه؟ مؤمن بهی، سری کدام چیزایی که ایمان آورده میشه چند چیز بود؟ 6 چیز بود. از همون خاطر علمای ما چی میکنه؟ ایمان چطور تشریح میکنه؟ ایمان امی رقم تشریح میکنه که باور کردن و اقرار به زبان و عمل کردن به آن احکامی که از پیغمبر علیه السلام به طریق پیغمبر برای ما آمده، ضرورتاً آمده، به دلیل قطعی ثابت شده و به ما رسیده. سر کلی از یا ایمان و تصدیق چی است؟ ضروری است. یعنی کدام چیزی که به دلیل قطعی آمده به ما رسیده ایمان سر از ضروری است و امیر ایمان میگه. اگر چیزی به دلیل ظنی و گمانی ثابت شده باشه او ایمان از همون خاطر انکار از امر ظنی کفر نیست. این را به نام ایمان یاد کرد. در اینجا الله میگه الذین یؤمنون بالغیب. اول سرحد است بین مؤمن و کافر. متقین کسانی است، الذین کسانی که یؤمنون ایمان داره. در قرآن کریم که کدام کلمه ایمان ذکر میشه مراد از پیشش ایمان شرعی می باشه. ایمان شرعی چی را گفته بودیم؟ تصدیق قلبی را یا باور کردن و اقرار زبانی و عمل با اعضا. که ایمان داره بالغیب، به آن چیزی که پنهان و پوشیده است. دو ترجمه. مراد از غیب در اینجا وحی است. برای ما واضح شد الله تبارک و تعالی حالات قیامت کلش بعد از وحی برای ما معلوم شده. یا بالغیب به معنای آن چیزی که غایب و پنهان است. غایب و پنهان چی چیز است؟ الله غایب است. عذاب قبر چی است؟ ملائک چی است؟ جنت و دوزخ چی است؟ پل صراط چی است؟ سر کلی از این ما چی داریم؟ ایمان داریم. اولین مرز در بین مؤمن و کافر توسط چیست؟ عقیده. عقیده به غیب است. الذین یؤمنون، و کسانی که ایمان داره بالغیب، به آن چیزی که غایب و پنهان است. این بخش عقیده بود. عالی مسئله عمل ذکر میکنه، اشاره به این میکنه که تنها ایمان قطعش عمل ضروری است و عمل در ایمان داخل است حتما. اینجا چرا خیر علایده ذکر کرده؟ برای اهمیت ازی که مردم گمان نکنه که ایمان بدون عمل درست است. و یقیمون الصلاة، قایم میکنه نماز. متقین اول عقیدهشان درست است، بعد از او اعمال خیلی مهم، در اعمال بدنی مهمترین عمل نماز است و در اعمال مالی مهمترین عمل چی است؟ زکات است. این هر دو را به طریق درست انجام میده. انسان دو حالت داره، یکی دو رابطه داره، یک رابطهش با امر الله است، یک رابطهش با امر کی است؟ انسان که همیشه زندگی میکنه از دو رابطه خالی نیست.
رابطه خدا با الله قایم میکنه، رابطه خدا با مخلوق الله قایم میکنه. قرآن امی هر دو رابطه را به ما تشریح میکنه. چه رقم رابطه خدا با الله قایم کنیم؟ قرآن برای ما میگه شما رابطه تان با الله توسط نماز قایم کرده میتونید. پیغمبر براتون طریق عبادت، طریق نیایش، طریق مناجات، طریق سوال کردن برایتان تشریح میکنه امرای الله. از همون خاطر این قایم کردن رابطه مخلوق با چی است؟ با خالق است. رابطه تان با الله تبارک و تعالی قایم میکنه. بزرگترین چیزی که رابطه انسان با خالق قایم میکنه اون نماز است. او چی است؟ نماز است. و این خیلی واضح است، در اول سر فهرست قرار داره. و رابطه انسان که با مخلوق برقرار میکنه چی است؟ زکات است. بدون دو رابطه مؤمن شده نمیتونه و زندگی دنیا صورت هم نمیگیره. خود نماز چطور نماز است؟ در یک جای قرآن کریم یؤدون نه آمده، یقیمون آمده. یقیمون در لغت عربی برابر استاد کردن میگه. و برابر استاد کردن در چیزی میشه که حسی باشه، مادی باشه. لاسپیکر اینمی تلره وقتی ما درست ایجا برابر میتونیم که یک طرف کجی نداشته باشه که بیفته، جایم خواب هموار باشه. چی باشه؟ هموار باشه. مانا چیسته؟ یک شای آن قدر راست کو که یک طرفش بگوی گیرنگی و کجی نداشته باشه و همونطور تو درست کنی. اینی را اقامت میگه. نماز خو امر حسی نیست، جسم و ماده نداره که ما ای را بگیریم اینطور استاد کنیم. یک امر معنوی است. خیر چطور نماز ما درست کرده میتونیم؟ قایم برابر استاد کرده میتونیم؟ بله، زمان نماز برابر میشه که در کل کیفیت و کمیت موافق نمازی کی شوه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. دلیل سرش داره؟ بله، پیغمبر علیه السلام میگه صلو، نماز بخوانی. خود چی رقم نماز؟ کما رأیتمونی، مثل که مرا دیده ای صحابه کرام. در سر منبر نماز تعلیم میداد عملا برای صحابه. کما رأیتمونی اصلی، امو رقم که مرا دیده که من نماز خواندم و اون نماز تشریح کرد صحابه کرام بر ما. خودی پیغمبر یک حدیث به نام مسیء الصلات یاد میکنه. یک کسی که در نماز خود یک کمی و کوتاهی کرده، رکوع و سجده را خود تعدیل نکرده، پیغمبر امر کرده 3 مرتبه پس وضو بکنه. بعد از مرتبه سوم طلب کرده شد و برش گفته که اینی طور وضو بکو و اینی طور نماز بخوان. این مکمل تشریح شده. در زمان صحابه کرام کسی نمیفهمید صحابی که اینی جز فرض است، اینی سنت، اینی مستحب است. صحابه سوال میکرد پیغمبر چی رقم نماز میخوانه؟ امو رقم نماز که پیغمبر میخوان صحابه میخوان. وقت مراعات میکرد، جماعات مراعات میکرد، کمیت مراعات میکرد، کیفیت. اگر ما در وقت اول در احادیث آمده که تعجیل غیر از پیشین تابستان و خفتن دیگه در کل نمازها در احادیث چی آمده؟ تعجیل آمده. در اول وقت خواندن این بهتر است. پیغمبر خوانده، ما زمان رعایت نماز، اقامت نماز برش گفته میتونیم که در اول وقت بخوانه. جماعت به نزد محدثین و علمای محققین فرض است او یقینا فرض است نظر به دلایل. بدون عذر جماعت فرض است، فرض خارجی است. اگر یک کسی در جماعت نماز نخواند، اگرچه نمازش صحیح شده، از ذمهش فارغ شده، بعضی ثواب الله برش داده، لیکن یک ترکی چی را کرده؟ فرض کرده، امی قدر گناه را گرفته. اگر با جماعت بخوانی، اگر جماعت نخواندی اقامت صلات نکردی، باز نماز خو خواندی خو لیکن حرکاتش سکناتش درست نکردی، قرائتش درست نکردی، در رکوع تعدیل و اطمینان نآمد، تسبیحات تکمیل نگفتی، باز اقامت صلات نآمده. اقامت صلات وقتی میاد که این مسائل و شرایط پوره بکنیم. از همون خاطر الله شیخ البانی رحمت الله علیه را غریق رحمت بسازه. او کتاب نوشته که در روش نماز پیامبر از تکبیر تا کجا را، او خودش میگه که مطابق کدام مذهب نوشته نکردیم، مطابق احادیث صحیحی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اگر کسی میخواه که یقینا نمازش مثل نماز پیغمبر باشه و امی آیت قرآن سرش صادق شود که و یقیمون الصلاة است،
مطابق همون کتاب باید نماز خدا چی کنه؟ درست بسازه. اونو وقت نماز اقامت نماز میایه و امون نمازی است که یقینا پیغمبر فرمان داده. ولی با تاسف امروز مردم ما از همی اول که مخالفت شروع میکنه تا آخری نمازه بجز از خلاف سنت رسول الله دیگه کار نداره. نو که استاد میشه پایچا کشاله، بیچاره پتلونک پوشیده تنگه به خاطر دفترکی خود، کلی اعضایش علایده معلوم میشه خط به خط. همشیره ما خو گاچی سفیده که اینجا کشیده که هم گردن معلوم میشه هم پشت معلوم میشه، اینطور کالای چسب پوشیده که اعضا مکمل نمایان و برجسته میشه. ببینه این نماز است، این درست است؟ بیا از پیغمبر علیه السلام سوال بکنیم که چه قسم ستر عورت فرض است یا نیست؟ فرض است. صدل یا آویزان کردن اونمو لباس این حرام است یا نیست؟ تو صدل بکنی، لیکن هیچ کس تقیسیش نیست. دستمال همینطور میپرته، اینطور دور نمیده، صدل است. این صدل است. بله زن است که پایچای خود پایین میکنه حتی تا پشت پایه باید مکمل، یک گرویش و یک کفای دست که در وقت بالا کردن کف دست معلوم میشه. اگر زیر چادر باشه خوب بیخی خوب، اگر کف دست بیرون چادر باشه هیچ کدام پروا نداره. چرا دستا در وقت ازی در جمله ستر عورت نیست. یکی مسئله ستر بیرونی است. در ستر بیرونی هر چیزی که جلب توجه مردم میکنه، اگر روی باشه اگر دست باشه و مردم متوجه از او میشه، او پشت کردنش ضرور است. اما در نمازی گپ است و اینمی ستر عورت تنها در پیش مردم نیست. اگر شب تاریک هم باشه همشیریم تو باید کلی بدنت پشت باشه نماز بخوانی که خوب تاریک است، هیچ کس هم تو را نمیبینه. اگر آستینی برزدی و تو نماز خوندی نمازش میشه نمیشه؟ نمیشه. چرا که ستر عورت نه. لیکن امروز مردم ما را ببین، باز در زبان نیتا را شروع میکنه او چی رقم دستا را بالا میکنه. یک روز کسی میگه والا ما در دورایی باقی ماندیم، همین نماز پشت کی بخوانیم؟ ما گفتم جناب در دورایی باقی نمان، یک روز پشت مشهورترین عالم کابل در یک روز بخوان، در روز جمعه دوم، در دیگه جمعه سوم، جمعه چهارم، جمعه دهم. خب علمای برجسته و مشهور در مسجدهایش نماز بخوان. ولی بعد از نماز از همین مولا صاحب که کدام حرکت انجام داده دلیلش پرسان کو که برات دلیل داده میتونه یا نمیتونه. اگر تو همین کارا بکنی بالکل حق میشناسی. ما گفتم در مسجد من بیا، بعد از اینکه نماز ختم شد از من سوال بکن. در مسجد دیگه 4 انگشت مسافت در بین پایا میمانه، هیچ کس پای در پای نمیچسبانه، هر کس به خود استاد میشه. امروز پیشین همینجا شما برای تحقیق استاد شوی در این مسجد در حالی که گفتم شده، خب مردم ببینه که چی رقم استاد میشه، پاچه ها چی رقم است، در وقتی که استاد میشه چی نیتا را میکنه و چه قسم پایایشان مسافه داره و چه قسم دستا را بالا میکنه. عوامی ما این همیتور دستا را بالا کده میباشه، انگشتایش این همیتور قاط شدگی، کند شدگی و پره دستا طرف قبله است. این همینجا اینطوری کده رو ایسته نیت کدم همینطور است یا نه؟ و از بعد از او اینطور میکنه اینجا بسته میکنه، زیر ناف هم نمیره. چرا؟ حالی مردم شکمایش چی شده؟ کمی کلان شده. صحیح است؟ حالی بیچاره نمیتونه که در مذهب حنفی عمل کنه، مجبور است که سلفی شود. فهمیده؟ باز دیگه او طرف استاد میشه، اونجا سعی میکنه 1 ثانیه تیر نشده باشه الله اکبر در رکوع. بازه در رکوع که می پایین شود پس توان طاقتی بالا شدن نداره، زده طرف کجا میره؟ در سجده. امی فقط پیشانی مانده میشه، پس بالا میشه، در نیمه بالا میشه، پس در نیمه سجده میکنه، باز امی تو رزوتی کده میخیزه. فقط از امی سوال کو، خودی بیچاره خو آمیست از مولا صاحب سوال کو که اینی عمل این مقتدی انجام داده، نماز ازی درست شده یا نادرست؟ اگر دلیل برات داد ما به سر و چشم قبول دارم، اگر نه که دلیل برات نداد تو کل عمر اینمی قسم نماز خوانده از جاغی مولا امامت بگی که مولا امام در حدیث پیغمبر امی عمل آمده یا نه آمده. بعد از او برای تو معلوم میشه که من نماز کجا بخوانم و چی قسم بخوانم. بیا در مسجدی من مردم هم بی مرم بی که ما چی کار کرده رو استیم. در مورد کلش از ما سوال بکو، از همی جاغیم بگی که یا از به طریقه سنت رسول الله دلیل حدیث برم تیر میکنی یا برم جواب بدی.
اگر من مکمل برات به سند صحیح حدیث دادم، باز دیگه بری تو خودمون تو از این صاف کار بگی که نماز کجا بخوانم و چه قسم بخوانم. تو همی گپم قطعا نمیپذیری. حیران هستی که میگم من کجا نماز بخوانم، کجا نماز بخوانم. خب ببینید این معیار است برادرها. یقینا براتان میگم ما نماز با کدام کیفیت بخوانیم. قرآن کریم از ما مطالبه اقامت الصلات کرده. در درجه و زمره متقین زمانی داخل میشیم که اقامت الصلات بکنیم. در شک نباشیم. برادرها و خواهرای ما چی میگه؟ مولوی صاحب بسیار خوب آدم است، خب گپا میزنه لیکن وابیست. وابی چی را میگه؟ من یک دفعه بشناسم که وابی چی را میگه. امو عملی که خلاف قرآن و حدیث است دمه پیدا کو برم بگو. بس سر رو چشم که خلاف قرآن و حدیث عمل پیدا کردی، امو که عملی وابیگری باشه امو را دمه پیدا کو بگوینی عملی وابیگری است. اگر ایره تو عملی وابیگری میگی که من نماز درست میخوانم، موافق حدیث پیغمبر میخوانم، ایره تو وهابی میگی دیگه وهابی ای خوب گپ است، ای خوب صفت است. باز خیلی صفت خوب شد، خراب نشد. ما خود عالی کدام مذهب به نام وهابی بشناسه؟ کسی وجود داره که بگه من وهابیستم یا در مذهبی وهابیستم؟ هیچ کسی وجود نداره. چرا تو؟ خب برادر و خواهرم تحقیق بکن. تو متاثر از تبلیغات مردم نشو. کسی که برات میگه که اینی وهابیست، اول از پیش سوال کن که وهابی کی را میگه. باز همون صفتای وهابیت که برات گفت، بیا اینالی همون شخصی را که او متهم به وهابیت کرده همون صفتا را در این مردکه ببین که موجود است یا نه. اگر موجود بود قطعی آدم بشی که تو اینی صفتا را داری و این صفتا غلط است، تو چرا این کارا را میکنی؟ که او برات جواب داره یا نداره. ولی با تاسف ما بس زمزمه مردم دیگه دول زده را ایستیم، او را رونق داده را ایستیم. یادتان باشه که در این تبلیغات سو خود داخل نکنیم. یو نمو تبلیغات دشمن است که در بدر کرده مردم ما. و یقیمون الصلاة، نماز درست برابر ادا میکنه در وقت وادیش در جماعت به مکیفیتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده. حالی در کتابا الحمدلله موجود است به نام روش نماز. قطع خود امام اینجا موجود است. ما این کتاب بسیار شایع کردیم، به مردم دادیم، بسیار به نرخ ارزان الحمدلله. بسیار برادرها و خواهرای ما از این کتابا استفاده خیلی درست کردن. نمازایشان الحمدلله نماز شده. وقتی که ما محبتی پیغمبر در قلب پیدا کردیم، باز نمازای ما بسیار با مطمئن با آرام نماز میشه. الله همونطور نماز برای ما نصیب کنه. نماز چیزی است ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. از هر قسم بی حیایی و کار زشت نماز تو را منع میکنه. یقینا اگر نماز باشه الله همونطور نماز نصیب ما بکنه. یقینا نمازی که خشیت دو بیاید، خضوع دو بیاید، آبدیدیت بیاید، ترس الله در قلبت پیدا شود، احساس بکنی که مقتی الله مکالمه و گفتگو داره. و اون وقت نماز میشه که به الله قسم دمی حالت نماز براتون امیطور لذت بیا که الحمدلله نماز بود. اگر نماز نمی بود هیچ چمی زندگی ما به دردم نمیخورد. امیطور لذت که در نماز برات پیدا شد اون وقت نماز میشه. اون وقت اقامت الصلات است. الله نصیب ما بکن. و مما رزقناهم ينفقون، از بعض آن چیزی که رزقناهم ما روزی دادیم، ينفقون مصرف میکنن. متقین کسانی هستند، جماعت متقین کسانی هستند که عقیده درست در عمل، که مسئله عملی بدنی بود مهمترینش نماز بود، که رابطه خدا با الله قائم میکرد، این بالکل درست و برابر بود. سوم چیز رابطه خدا با مخلوق الله قائم میکنه و این عبادت مالی است. ایلا خب درست انجام میده، خب لیکن تنها عبادت مالی را اینجا شامل نمیشه. و مما اصلش و من ما است، من برای تبعیض است. از بعض ما آن چیزی که آن چیز مشخص نکرده. هر کس که یک چیز داره رزقناهم که الله برات داده، به عالم علم داده، به مالدار مال داده، به صاحب مرتبه و مقام و منزلت منصب و منزلت داده، به آدم شخصی قوی قوت داده. هر کس الله تبارک و تعالی یک حصه از نعمت خود داده. الله میگه از اینمی چیزی داشتگی خود یک کمی را مصرف بکنه، در حال مصرف بکنه که امی هم دادگی کی است؟ الله اکبر. خودت نداری. عالم اگر علم داده استعدادش کی داده؟ اگر مالدار مال داره
قابلیت پیدا کردنش کی داده؟ اگر کسی قوت داده کی داده؟ اگر در منصب و منزلت و رسیده کی رسانده شه؟ خیر چرا مصرف نمیکنی؟ الله کلش هم از تو مطالبه نداره، میگه بعضیش مطالبه بکن. از آن چیزی که ما برش دادیم ینفقون، خرج میکنه، مصرف میکنه. چرا؟ اگر مصرف نکنه این چرخ زندگی جای به جای استاد. اگر افراد انسانی هر کس که هر چیز خود داره مصرف نکنه، چرخ زندگی جای به جای استاد میشه. عالم علم خود مصرف نکنه، مالدار مال خود مصرف نکنه، توانمند قوت خود مصرف نکنه، و صاحب منصب و اداره چیسته آبرو و امو مقام و منزلت خود مصرف نکنه، زندگی دنیا مختل میشه. مؤسسه هنری